علما به نقل از رهبر انقلاب تعریف میکرد. یکی از علما به نقل از رهبر انقلاب گفت از سفیانی پرسیدیم، خروج سفیانی، میگه ایشون برگشت به ما گفتش که سفیانی آنطور که در روایات آمده دیگر اثر نخواهد کرد. گفتیم چطور؟ گفت خون شهدای مدافع حرم تغییر داد. خیلی چیزا درسته چی شد؟ سفیانی قرار بوده بیاد تو عراق و شام جنایت ها کنه، قرار بوده بیاد ناموس شیعه رو بگیره، به رهنه تو خیابون راه ببره، خیلی کارا قرار بوده بکنه. میگه رفتید جلو، خون دادید، دیدم نه، اهل اراده اید، تغییر دادم. خدا دوست نداره بندش رو اذیت کنه. یک عالمی از یه عالم دیگه داره نقل میکنه، ما هم سیم میکروفون اونطور که ده. میگه پرسیدیم آقا اینجا سفیانی این کار میکنه، اینقدر این نشونه ها، ایشون فرمود نه اینطور نیست. خب باید داشته باشید، یعنی بیا تغییر کنه. میگه آقا تو آذربایجان یه نارن من آذربایجان تو روایت ظهور است، میگه آتش از آذربایجان شعله میشه، نه که وایسته آتش کل دنیا رو بگیره تا نگاه کنه. خب الحمدلله نشون از رو محقق شد. این همون 100 و 0 است. تو دوست داری 100ش اتفاق بیفته، برو جلوش بگیر، نذار رخ بده. اینجا میگم این مرد از زمین تا آسمون با بقیه فرق داره، همینه. ببین محکم وایسته گفت مرزی تغییر نمیکنه. بارها قاصد توی مملکت جنگ رخ بده، جلوش گرفت. از قضا غربگراها خیلی اسم جریان اون موقع چپ و اصلاح طلب میگفتن با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم، اجازه نداد. گفتن این در مزار شریف کشته شدن دیپلمات های ما، زمان دولت خاتمی بود، اصلا نیروی نظامی بردن، شورای عالی امنیت ملی رفتن واسه که حمله کنیم به افغانستان، ایشون اجازه نداد، گفت نه نمیذارم. اما تو سوریه گفت محکم برید وایسید. آقا رئیس جمهور وقت میگفت ما تو سوریه نباید حضور داشته باشیم، آقای احمدی نژاد چون محکم وایساد. رئیس جمهور بعدی همکاری های لازم اونجوری که شما فکر میکنید رو نکردن سر بودجه به نیرو قدس. یعنی سختی دلار قیمتش میرفت بالا، بودجه ریالی، اونجا شما خواهد بجنگید که با ریال ایران که نمیتونی بره بجنگی. مرحوم حاج قاسم واقعا تحت فشار بود، اما رفتم بستن جون دادن، همه با هم اومدن، پاکستانی ها اومد، افغانستانی اومد، ایرانی